خب سلام بچه ها، من ابوالفضل هستم. به چنل من خوش اومدید. البته اصلا نمیدونم کسی اصلا قراره ویدیو رو ببینه یا نه، ولی خب من میخوام یه ذره با چنلم آشناتون کنم. اولا اینکه من واقعا هیچی اصلا نمیدونم داستان چیه، فقط خواستم این ویدیو رو بذارم ببینم حالا میتونم یه کاری بکنم یا نه. در مورد چنلم بخوام بهتون بگم اینه که من چون خیلی بدبخت هستم و یه زندگی خیلی منفجری دارم، الان نمیتونم حقیقتا با لپتاپ حالا یا کنسول خاصی پلی بدم ویدیو بذارم. سر همینم قراره بازی که بذارم براتون رو با موبایلم پلی بدم بذارم. بعد اینکه امیدوارم خوشتون بیاد و اینا. حالا امروز قراره بازی دارک ریدل رو بازی کنیم. واقعا اصلا هیچی از این بازی نمیدونم، واسه که همین دیگه ببینیم چه خبره. اصلا پلی رو زدم. خدا. خب ببینیم مثلا داستان این بازی در مورد چیه. فکر کنم در مورد یه همسایه است که حالا رازه عجیب غریبی داره. حالا من به احتمال زیاد یه بچه خیلی بازیگوشم که فوزوریش گل کرده و میخواد بره ببینه چه خبره. ولی خب من اینم یا حسین قیافه رو نگاه کن تو رو خود. آره خلاصه من اون بودم فکر کنم. نمیدونم چی گفتیه یعنی چی الان. what the fuck. خب مثل اینکه نیومده تبلیغ رفت فرامون. خب وای کیفیت رو ببین. خب الان چیکار کنم؟ اینا چیه؟ زمان کم بودم اینجوری میپره. خب این سکه چیه؟ این کیفمه. اوکی ولش کن. کمربنده فکر کنم. بذار ببینیم داره چیکار میکنه. فکر کنم ما بسته مسته و اینا تحویل میدیم. این کیه؟ سلام آقای پلیس. سلام پلیس. خب مثل اینکه باید بیایم اینجا وایسیم. تب تو اوپن رو میزنیم و خدا بخیر کنه واقعا. یعنی اصلا نمیدونم قراره این ویدیو به کجا بره. خب اینو بلند میکنیم. خیلی خوبه واقعا. حالم خوبه الان دارم بازی میکنم. تب تو جامپ. خب برای چی زدم باز چه؟ خب این اون برش هم قفل داره. خب بپرم اینجا. خب بپرم از روی. چیکار داری میکنی؟ منم بپرم باید روی این. خب عالی. فکر کنم از اینجا هم باید باز کنم اینو. کجا برم؟ چه اتفاقی داره میفته الان؟ باید یعنی چی؟ من یعنی دزدکی دارم وارد این خونه میشم؟ جلوی پلیس الان من همچی حرکتی زدم جلوی پلیس. اومدم اینو بردارم. وای من چه احمقی، مثلا حواسم نبود. قیافه این چه شکلیه؟ این داره چی بود؟ این هم مسخرهش کرد. عالیه به نظر. وای این چیه دیگه؟ برق گرفتتش. خب عالیه. الان بریم بالا. فکر کنم الان نباید این حرکت رو بزنیم. بذار ببینم چی کار باید بکنیم. قفل رو باید باز کنیم. نه میپریم همینجوری به پرش داریم میدیم. سیب رو برمیداریم. شیشه شو میخوای بشکنی؟ وای چرا چیزی نشد؟ برمیداریم. شاید باید نگه داریم. باید نگه داریم. چرا؟ خب الان مرض ما چی بود زدیم شیشه خونه یکی رو شیکونیم؟ what the fuck. خب بیا برداشتم. خب امیدوارم ویدیو طولانی نشه. نمیدونم مجبور میشم قسمت بندیش کنم یا نه، خبر ندارم. اصلا داره رکورد میشه؟ دستم خورده. تب تو اوپن. منو گرفت. خب بچه ها، من یه جور میگم بچه ها انگاهی چند تا دونه مثلا سابسکرایبر دارم. من هر چقدر که تلاش کردم نتونستم یه ادیت خوب بزنم روی این ویدیو. خب بعد اینکه حالا که باختیم و اینا که جدا، دوست داشتم مثلا چند تا میم مختلف بزنم رو صفحه و اینا، ولی خب نتونستم به هر دلیلی که شد. بعد اینکه حالا من همین یه دونه رو به عنوان همین ویدیو میخوام بذارم. بعد اینکه اگه
راه یا مثلا برنامه‌ای سراغ داشتید یا راه خوبی سراغ داشتید برای اینکه بتونم این ویدیو رو خوب ادیت کنم، میمای مختلف بتونم توش بذارم و اینا، حتما تو کامنت ها بهم بگید. بعد حالا همین یه دونه رو میذارم به عنوان اولین ویدیو تا ببینم چی میشه. اگه دیدم خوبه حالا دیگه خوب باد دور دیگه میرم تو بازی و قشنگ ادیت میکنم و دیگه یه گیم پلی خوب میذارم از همین و دیگه حالا قسمتیش میکنم و بازی میکنم، شما هم ببینید دیگه. همین این برای ویدیو اول بود و همین دیگه. خداحافظ.